الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آیه وزیرتان تلاوت شد که الله تعالی در رابطه با مقصد بعثت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بیان داشته و مقصد اصلی فرستادن حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و مأموریت اصلی آن حضرت صلی الله علیه وسلم را الله تعالی بیان داشته که پیامبر اعظمش را برای چه هدف مبعوث داشته است و آنچه که اینجا در قرآن ذکر میشه تقریبا محورهای اصلی بعثت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و بعثت انبیا هم همین هست که اولین مقصد بیان شده که آیات الله تعالی را تلاوت کند. آیاتی که از جانب الله نازل می شوند این آیات را برای مردم بخوانه و تلاوت کند و اینها را هم برای مردم تشریح میکنه همچنان که در آیات دیگه معلوم می شود و بر این آیات عمل میکنه و به مردم هم عملا نشان میده و هم از لحاظ علمی و تعلیم میده و تلاوت میکند آیات الهی را و آیات پروردگار آیات قرآنی هستند. قرآن عظیم الشانه و قرآن عظیم الشان یک کتاب کاملی است که سعادت بشر را در بر دارد و بهترین هدایت و بهترین راهنمایی را در تمام زمینه ها داره و بعد به اینش اکتفا نیست می فرماید هم مردم تزکیه کند و پاک بگردانه. ترجمه می کنم آیات را و مردم را از تمام خرابی های درون، از شرک و از نفاق و از تکبر و از جهل و از حسد و کینه و از خودخواهی و همه این خرابی ها که در درون یک انسان متصوره و بسیاری از انسان ها گرفتار این مسائل مردم را پاک بگردانه و به پاکیزگی برسانه و کتاب و
سنت را به مردم تعلیم بده، کتاب و حکمت را تعلیم بده. تعلیم کتاب تشریح کتابه و معانی کتاب است. هم الفاظ قرآن را تعلیم بده شامل بتونه باشه و هم معانی قرآن و محتوای قرآن را برای مردم تشریح بکنه. یعلمهم الکتاب شاملش میشود و یتلو علیهم آیاتی، آیات تلاوت بکنه، چون خود این آیات حامل پیامان برای مردم و هدایت هم برای مردم، و لہذا هم کتاب را تلاوت بکنه و هم تزکیه بگردانه و هم تعلیم بده کتاب را و حکمت و دانش را بیاموزه. و این بعثت انبیاء علیهم السلام و بعثت رسول صلی الله علیه وسلم و محورای اصلیه که در چندین آیت دیگه هم این مسئله مورد تذکره قرار گرفته و با همین الفاظ تقریبا در قرآن در جاهای مختلف آمده است. از این آیات و آیات دیگر کاملا واضح است که الله تعالی چه هدفی را داشته برای بندگانش. الله هدفش آنه که تمام افراد جامعه را و تک تک افراد جامعه را بسازه. هم اینها دارای علم بشن، آموزش ببینن، تعلیم ببینن و کتاب و حکمت به اونها و دانش به اونها تعلیم داده بشه و هم کتاب بر اونها تلاوت بشه که حاوی پیام های الهی برای مردم هست و به هر حال اینا اهدا و تزکیه بشن مردم و اصلاح بشن. این برنامه یک مجموعه هست که اهداف الهی را از رسالت مشخص میکنه که پیامبر وظیفهش چیه و الله تعالی چه اهداف را دنبال میکنه و الله تعالی منظورش چیه. عزیزان من، از قرآن کاملا روشن هست که الله تعالی خواسته هر تک تک انسان ها را و تمام افراد انسان ها را بسازه و اینها را با ایمان بسازه. اول ایمان به اینها آموزش داده بشه و اینها ایمان به وحدانیت الله حاصل بکنند، از شرک و از کفر و از نفاق و اینها نجات بگیرن و انسان مهمترین پایه و مهمترین اساس ایمان هست و اعتقاد صحیح و ایمان به وحدانیت الله و یگانگی الله هست و مهمترین خطر برای جامعه انسانی و برای تک تک افراد بشر شرک هست که با الله تعالی کسان دیگر را شریک بگیره و اونها را پرستش کنه، اونها را عبادت کنه. و لہذا جزء اهداف اوله همینه که انسان از لحاظ اعتقاد ساخته بشود و انسان ربش را عبادت کنه و ربش را بندگی بکنه، ادای احترام به پروردگارش بکند، شکر خدا را انجام بده، دلداده پروردگار باشد، وابسته الله تعالی باشد از لحاظ ایمان و از لحاظ بندگی، خدا را بندگی بکنه و الله تعالی را عبادت بکنه. حالا عبادت هم نماز و روزه و زکات و اینها را شامله و هم عزیزان من دیگه عبادت ها که هستند که کم تذکره می کنم، لحظه اینا را همه انجام بده. آن حضرت و الله تعالی هدف این نبوده که بالاخره یک برنامه آن حضرت بیارن
که مختصر باشه و عبادت و نماز باشه و دعا و نیایش باشه و تمام شد و رفت و بره به راه خودش و هر کاری که دلش میخواد بکند. نه، یک برنامه کاملی را الله تعالی فرستاده برای ساختن یک انسان که انسان هم از لحاظ اعتقاد ساخته بشه، هم از لحاظ اخلاق ساخته بشه. در برنامه رسالت انبیا یکی از بزرگترین اهداف ساختن اخلاق و انسان ها دارای اخلاق زیبا، اخلاق نورانی و دارای خوی خوب و عادات خوب باشد. و لحاظ یزکی همینه که از اخلاق زشت و اخلاقیات بد اونها را تزکیه کنه، پاک کنه، مردم تکبر داشته نباشند، خودخواهی داشته نباشند و به حقوق دیگران تجاوز نکنند، تعدی نکنند، سالم زندگی بکنند و وجودشون برای همه خیر باشه و خودخواه نباشند و منیت داشته نباشند، تکبر و حرص داشته نباشند و خلافکار نباشند. و لحاظا این جز برنامه حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و جز برنامه انبیاء علیهم السلام و انسان از لحاظ اخلاق و انسان ها حقوق را رعایت کنه، حقوق انسان ها را و عدالت داشته باشند که یکی از بزرگترین مسائل اخلاقی است و انصاف داشته باشند نسبت به دیگران با عدالت رعایت کنند، نسبت به دیگران انصاف رعایت کنند. وقتی صحبت میکنند صحبت منصفانه بکنند، وقتی عمل میکنند عملشون عادلانه باشه و عدالت رعایت بکنند. و در این برنامه آن حضرت مساوات را آوردند و برابری را آوردند بین تمام انسان ها از لحاظ حقوق برابرند، حتی بین زن و مرد تفاوتی نیست. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف. قرآن فرموده که زنان همان اندازه حقوق دارند که مردان دارند. مرد و زن در حقوق برابرند، حقوقشون متفاوت نیست که حق مرد بیشتر باشه و حق زن کمتر باشه. حقوقشون مساویه، حقوقشون برابره. ولهذا دین اسلام مساوات آورده. و اگر جایی شما بینید توی میراث تفاوتای مقداری هست، همه حکیمانه و روی حکمت، اگر روی حکمت نگاه بشه اینجا هم مساوات فهمیده می شود که چرا زن مرد دو برابر از میراث پدر میبره و زنان نصف و یک برابر میبرن و همین عدالت و همین مساوات نزد الله تعالی. و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم با این تزکیه که مطرح شده است تمام اینها را حق همسایه را بیان کردن و حق همسایه را سنگین قرار دادن و فرمودن جبرائیل امین انقدر من توصیه میکنه و انقدر به من تاکید میکنه که من خیال میکنم که جبرائیل امین میخواد بگه که در میراث شما همسایه شریکی با شما، میراث شما. انقدر تاکید میکنه برای همسایه، تاکید برای پدر و مادر چند از آمده است که حقوقشون رعایت بشه. برای خویشاوندان صله رحمی را حضرت صلی الله علیه وسلم چقدر تبلیغ کردن و تاکید کردن صله رحمی را که حقوق والدین، حرمت والدین، به والدین احسان کنید و محبت کنید، حرمت گذاری بکنید، مال خرج کنید و با مادر و پدر نیک باشید. به خویشاوندان آن حضرت صلی الله علیه وسلم در اولی سخنان آن حضرت در مکه مکرمه تاکید به صله رحمی بود، تاکید به حقوق مردم بود، تاکید به صدقات و خیرات و رسیدگی به فقرا
به مساکین، به یتیمها، به خانواده به سرپرست و کسانی که گرفتارند و آنها رسیدگی بکنید. و لحظه در راستای همون رسالته، در راستای همون به هر حال برنامه الله تعالی که انسان میخواهد بسازه و انسان بکنه. آن حضرت تاکید کردن جامعه را که در آن خبری از حقوق زنان نبود و فرهنگ غلط در شبه جزیره العرب حاکم بود، در حجاز حاکم بود، در دنیا حاکم بود، نسبت به زنان ظلم بود و آن حضرت صلی الله علیه وسلم حقوق زنان دفاع کرد. و برای کسانی که دختران را یک رسم بدی بود که زنده در گور می کردن بعض دخترانشون را، آن حضرت به شدت منع کردن و دستور دادن به محبت به دختران و استقبال از اینکه فرزند دختر باشه و فرمود کسانی که این دختران نگهداری میکنن و حقوقشون را رعایت میکنن تا ازدواج میدهند و اینا میروند به خانه هایشون، هر کسی این کار بکنه بهشت نصیب بشه، الله تعالی به او جنت نصیب میکنه. ولهذا به حقوق ترغیب دادن و به توحید الله و وحدانیت خدا، به بندگی و عبادات الله و رعایت دستورات پروردگار و رعایت حقوق، اخلاق، انصاف، عدالت و به آزادی ترغیب دادن که مردم بگذارید حرفشون بزنن، مردم حرف مردم به من برسانید، اگر خودشون زبان ندارن شما برسونید. حق میدادم به صاحبان حق که حرف بزنن، حق دادم به انتقاد، اگر کسی انتقادی داره آن حضرت صلی الله علیه وسلم را گوش میکرد، توجه میکرد. ولهذا جامعه را ساختن آن حضرت صلی الله علیه وسلم در عصر خود که او جامعه نظیر نداشت و انسانیت، برنامه انسانیت که امروز حرف از انسانیت زده میشه ولی توی جامعه انسانیت کمه، انسانیت نیست. مسلمانی برای نام هست ولی انسانیت نیست. و تا زمانی که اخلاق نباشه، تا زمانی که حقوق رعایت نشوند، تا زمانی که حرمتها رعایت نشوند و تا زمانی که تکبر باشه و تا زمانی که انسان گرفتار خودخواهی باشه و قرابت رعایت نکنه، صله رحمی را رعایت نکنه، عدالت رعایت نکنه، انصاف رعایت نکنه، انسانیت هیچ نیست. نامش مسلمانه باشه یا نامش یهود بگذاره یا نامش نصارا بگذاره یا نامش را هر نام و عنوانی باشه، از انسانیت بدوره. اینها انسانیت تا زمانی که انسان خداش را نشناسه، بالاترین انسانیت اینه که انسان پروردگارش را بشناسه، چرا که او خالق مالک محسن ما هست، محسن همه جهانیانه. هر چه داریم از پروردگار داریم. وقتی ما به خدا ناسپاس باشیم، وقتی به خدا ناشکر باشیم، وقتی خدا را نشناسیم، این کجای انسانیت و بوی از انسانیت نیست. وقتی قرابت رعایت نکنیم، وقتی صله رحمی نباشه، وقتی حقوق مردم احترام قائل نباشه برای مردم، برای حقوق انسان ها، وقتی عدالت و انصاف نباشه، وقتی نسبت به همسایه ها خوبی نباشه، به والدین خوبی نباشه، کجایش انسانیت و انسانیت نیست. آن حضرت انسانیت آوردن، انسانیت را بنیان گذاری کردن
به غلامان و کنیزانی که در اون عصر بود و از قبل این سلسله جریان داشت ترحم شد و اونها را مساوی قرار دادن با آقا. زن و مرد مساوی قرار دادن در حقوق. همه انسان ها را فقیر و ضعیف و صاحب قدرت و صاحب حکومت، استاندار، رئیس جمهور و تمام مقاماتی که در اون عصر بوده به نام دیگر بوده همه را مساوی قرار دادن با پایی ترین انسان و لحاظا همه برابرند. سیاه و سفید را، عرب و عجم را و تمام قومیت های دنیا را و تمام ملت های دنیا را همه را برابر قرار دادند و لحاظا حقوق همه برابره و حرمت گذاری به همه انسان ها بشه و با تمام انسان ها به زبان خوب و به کلمات خوب و تعبیر خوب باید حرف زده بشه. و این برنامه دین اسلام، برنامه قرآن، برنامه حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم برنامه انسان سازه و اگر ما خود را در اختیار این برنامه قرار بدیم، در اختیار قرآن قرار بدیم و عمل بکنیم به قرآن و اگر ما خود را در اختیار حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار بدیم و عمل بکنیم به تعلیم حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عزیزان من یک انسان بهشتی ساخته میشه که توی همین دنیا میگرده و بهشتیه و آن حضرت بسیاری را مژده دادن به بهشت و خوشخبری دادن به بهشت. روی زمین میگشتن و فرمودن که این اهل بهشتن و یک کسی که ایمانش بهشتی بود، عمل کردش بهشتی بود، انسانای وارسته، این انسانای ساخته تاریخی را ساختن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یه عصر جدیدی آوردن، یک تاریخ جدیدی در انسانیت باز کردن که فراگیر شد و دنیا را گرفت و اگر شیاطین جنی و انسانی میگذاشتن و دشمنان میگذاشتن و اختلاف درونی شکل نمی گرفت میتوانست تمام کره خاکی را زیر چترش بگیره. روی چه؟ روی شمشیر نه، روی جنگ نه، بلکه روی سروران گرامی اخلاق، روی انسانیت، روی منش و روی وارستگی انسان ها که در اون عصر و بعد از اون عصر تا مدت ادامه پیدا کرده می حالا. عزیزان من مهمه که این مسائل مردم مخصوصا کسانی که نامش را مسلمان گذاشتن بالاخره این باید رعایت کنند. همه مسلمان از دست و زبان یک مسلمان در حدیث آمده باید در امان باشد. به هیچ کسی تعرض نشه، به هیچ کسی بد اخلاقی نشود، به هیچ کسی به احترامی نشود، حقوق هیچ انسان ضایع نشود، توی جامعه منکرات نباشه، مفاسد نباشه، رشوه نباشه، ربا نباشه و تعرض به مال مردم، به آبروی مردم، به خون مردم نباشه. اگر عزیزان من کسی نامش را مسلمان بگذاره و فامیلی هم از فامیلای منطقه باشه و خودش را انسان بدانه، ولی وقتی که دست به گروگانگیری میزنه، وقتی که دست به سرقت میزنه، رهزنی میکنه، وقتی ربا میخوره، وقتی رشوه میخوره، وقتی که عزیزان من اختلاس میکنه، دست به بیت المال میزنه، وقتی مردم را اذیت و آزار میکنه، به آبروی مردم تعرض میکنه، وقتی که مردم را شکنجه میکنه برای منافع خودش و برای گرفتن اقرار و اعتراف، این از کجای انسانیته؟ کجای انسانیته؟ در حالی که اینا را اسلام من کرده و اینها بدتری اخلاقان، سختری اخلاقان و حقوق یک انسان را
و حرمت یک انسانی را زیر فقر قرار دادن، خون انسانی را ریختن، 1000 بار بگه که من انسانم، انسانیت نداره و انسان نمیشه. انسان نام صورت نیست، انسان نام شکل نیست، انسان نام لباس نیست، انسان نام بابا بالاخره این که انسان متولد بشه نیست. انسان او انسانی هست که در او انسانیت باشه، در او اخلاق باشه، در او انصاف باشه، در او عدالت باشه، در او خدا ترسی باشه و ایمان باشه و از توی مسیر صحیح باشه و بر صراط مستقیم باشد. این انسانیت و الله تعالی همه من و شما را انسان واقعی بگرداند و رب العالمین همه من و شما را در مسیر حضرت رسول، سیره مبارک آن حضرت صلی الله علیه وسلم، سیره یک انسان کامل ہے، یک انسان صحیح ہے و لہذا انسان صحیح و انسانیت در سیره زیبای آن حضرت صلی الله علیه وسلم، در سیره درخشان آن حضرت. در آن حضرت 2 تا زیبایی مهم بود، بلکه تمام زیبایی ها در آن حضرت تجمع کردن. یک زیبایی ظاهری که آن حضرت صلی الله علیه وسلم را الله تعالی از لحاظ صورت و ظاهر زیبا آفریده بود و از لحاظ نسب از زیباترین نسب او زمانه بود و زیبایی معنوی آن حضرت صلی الله علیه وسلم بالاترین زیبا بود، زیبایی اخلاق و زیبایی عزیزان معنویت آن حضرت صلی الله علیه وسلم و زیبایی انسانی منش و رفتار آن حضرت، زیباترین انسان، هم از لحاظ اخلاق و هم از لحاظ عزیزان من خلقت ظاهری، خلق و از لحاظ خلق زیبا بود. این سیره آن حضرت اگر من و شما اخلاق آن حضرت و رفتار آن حضرت و زندگی آن حضرت را دنبال کنیم و زندگی آن حضرت را در زندگی بیاوریم، من و شما از لحاظ معنوی زیبا می شویم، از لحاظ اخلاقی زیباترین انسان. هیچ عمل کرده در مقابل اخلاق نیست و اخلاق بالاترین بالاترین عزیزان من زیبایی در انسان و الله تعالی نصیب همه من و شما بگرداند. و چند تا چون گفته که هوا امروز گرمه، ماشاءالله هوا جاری شده، خدا را شکر و داره هوا سرد میشه. اما خلاصه بکنم و چند تا مسائل در رابطه با مسائل روز داشتم که عرض کنم و مسائل اولی نکته که در این مسائل به هر حال مثل گفتگوهای اخیر به نظر می آید، من میخوام اینها را عرض کنم و هدف جز خیرخواهی ندارم و اینه که این گفتگوها بسیار خوبه و ما طرفدار صلحیم و طرفدار گفتگوییم و قرآن هم همین فرموده و این جنه للسلم فجنا لها، هفته گذشته تلاوت کرد و قول حضرت علی را نقل کردم که می فرماید اگر دشمن تمایل به پیشنهاد مصالحه و مذاکره را داد، این فرصت بدانید، این رد نکنید و روی این به نفع میدانم، به خیر میدانم برای همه منطقه، تنها ما نیستیم، منطقه کلن و ملت ایرانه و ملت های دیگران که زندگی میکنم به نفعشون هست گفتگو و مصالحه. و اما یک نکته که من احساس میکنم که اگر این رعایت میشد بهترین مسائل بود و اینه که
وقتی دو کشور با هم گفتگو میکنه، الان گفتگوی ایران و امریکا است، مهمترین منافع در اینجا و مهمترین رسالت در این گفتگو و مسئولیت در این گفتگو آنه که منافع دو ملت رعایت بشه و هم منافع ملت ایران، مردم ایران در اولویت اوله و اصل بالاخره منافع ملی ما هست و منافع ملی ما مقدم از هر منافع ملت‌های دیگر و مناطق دیگر هست و همانطور امریکایی ها که گفتگو دارن باید روی منافع خود فکر کنن. به نظر ما اگر امریکایی ها مثلا یک کشور دیگری را مثل اسرائیل خط قرمز خودشون قرار بدن، این بالاخره کار به نفع نیست، به خیر نیست. باید فکر کنم برای ملت امریکا که منافع ملی امریکا برای مسئولان و دولت امریکا مهمه و این هم از لحاظ عرف نگاه کنید و هم از لحاظ ابعاد دیگر که نگاه کنید همینه و لحاظا و همینطور مسئولان کشور ما که در این گفتگوها شرکت دارن و گفتگو میکنن منافع ایران در نظر بگیرن و منافع ملی ما را و به جای اینکه بالاخره منافع ما و امریکایی ها گره بخوره به اسرائیل و گره بخوره به مردم لبنان و این بالاخره اینها این درست نمیدانم بنده اینا. بالاخره اصل و اولویت منافع خود ملته و این گره نخوره زندگی مردم ایران به هیچ کشور دیگه، هر کشوری باشه. و به هر حال ما وظیفه داریم که از حقوق مظلوم دفاع کنیم و از حقوق لبنانی ها، حقوق لبنان، مردم لبنان دفاع کنن. اگر امریکایی هم از کشور دیگر دفاع میکنن دفاع کنن، ولی اینا را خط قرمز و بگن که باید حتما این بشه و الا نمیشه و این گره زدنه و این با اون منافع ملی ما همخوانی نداره کشور ما. بالاخره ملت نیازی داره. الان ما در سخت‌ترین شرایط مردم ایران زندگی میکنن و بسیار شرایط زندگی اقتصادی بده برای مردم ایران، تورم و بدبختی بیداد میکنه و مردم ماندن توی زندگیشون با بنبست روبرو هستن و لحاظا اولویت اول خود مردم ایرانن و برای امریکا باید خودشون باشن و نه دیگر و مسئله خودشون حل کنن. ایران و امریکا با هم روابط بالاخره دیپلماسی برقرار کنن، مسئله اسرائیل حل کنن و مسئله لبنان حل کنن، فلسطین حل کنن و اینها را بهتر میتوانند که این مسائل منطقه، چون این مسائل منطقه حل نشود مشکلات باز باقی. کل مردم خاورمیانه باید مشکلاتشون حل بشه و همه باید مناسب است و که همه به هر حال همت کنند و به هر حال روی مسائل خاورمیانه مشارکت کنند، حل خاورمیانه و حقوق همه، حقوق فلسطینی ها و حقوق همه کشورها، همه لبنانی ها، حقوق اسرائیل و تمام کسانی که حقوق دارند اینجا همه را هیچ کسی را نمیشه گفت که این حق نداره. حقوقشون میتونن مراعات کنن و حل کنن مسائل. جنگ تا کی و اختلاف تا کی و چرا خاورمیانه در جنگ بسوزه و مشکلات درست بشه در حالی که خاورمیانه یکی از مراکز مهم است و منافع همه دنیا اینجا گره خورده و وابسته است و بالاخره مرکز مهم تجاری و اقتصادی هست و بالاخره یک فصل نوینه و شرایط جدید قرار داریم
و در این شرایط باید نحو صحیح عمل بشه. و مسئله دیگری که خواستم عرض کنم همینه که مسئله مردم اهواز هست که اهوازی ها به هر حال همهش شکایت دارند و فشار آنجا زیاده و مخصوصا اهل سنت اونجا شکایت دارند که به هر حال آزادی لازم را به اونها که آزادی قانونی بهره‌مند نیستند و حق و حقوق کامل بهره‌مند نیستند و مشکلات دارند. و من اینجا یک عرضی داشتم، هم صحبتی داشتم و اونه که ما باید در کشورمان کوشش بکنیم که یک فصل جدیدی باز بشه. من یادم هست توی دانشگاه یکی از دانشگاه‌های بزرگ تهران کنفرانسی بود و ما هم در حاضر بودیم و دعوتی کردن و من صحبت اونجا کردم و اون صحبت من گفتم که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم نه مرگ بر منافقین گفت، در حالی که تمام دور بر حضرت منافقا زیاد بودن، بسیار ضرر رسوندن. و نه مرگ بر مشرکین گفت و نه مرگ بر یهود گفت، نه مرگ بر نصارا گفت. و بالاخره ما ببینیم که آقای ما و رهنما و رهبر مهم ما حضرت رسول صلی الله علیه وسلم چگونه عمل کرده و گفته که این مرگ گفتن کار درستی نیست. که حرفی بود دیگه بار هم گفته شده که به هر حال مرگ بر هیچ ملتی نگیم و هیچ کشوری را مرگ نگیم و گرچه تعویل میکنن که منظور ما ملت نیست، ولی به هر حال این مرگ وقتی بگیم بری کشوری شامل ملت هم میشود و که هیچ کسی از نیت ما اطلاعی نداره و لحاظا این خیلی چیز خوبی است و ما باید این همه 70 و این 50 و ببخشید 47 سال گذشته است و از انقلاب و شعار اول باید بدیم. نه شرایط حالا فرق کرده، او مردمی که در روز زمانه بودن نیست حالا تکوتو که مانده و رهبران گذشته هم رفتند. ما در یک شرایط جدیدی هستیم. اگر ما شرایط درک نکنیم و شرایط ندانیم و به شرایط پیش نرویم این عقلانه نیست، منطقی نیست. با احساسات نمیشه کشورداری کرد، با احساسات نمیشه باید منافع ملی را حفظ کرد و با احساسات هم نمیشه حکومت ادامه داد و بالاخره احساسات بگذاریم، باب گفتگو را باز کنیم. همانطور که با بیرونی ها گفتگو میکنیم بین خودمون هم گفتگو باشه. یه فصل جدیدی در کشور ما، یک شرایط جدیدی در کشور ما حاکم باشه که بشینیم حقوق را رعایت کنیم و لحاظا این فشارها را از سطح کشور برداریم. و مخصوصا بعض قومیت ها هستند که شکایت خیلی دارن توی قسمت های مرزنشین کشوران و لحاظا مردم خوزستان که هم همیشه از فشار شکایت دارن و بعد به ویژه اهل سنت اونجا که حنبلی هستن و اهل سنتن و اونها هم همیشه فشار روی زندگیشون بوده، آزادی ندادن به اونها و حساسیت روشون زیاد بوده و ما درخواست داریم هم از به حال دولت میخواهیم، از شورای امنیت کشور میخواهیم، وزیر محترم کشور که به هر حال به شرایط تغییر بدن برای اونها. و حقوق اقوام، حقوق مذاهب، اینها همه حتی در قوانین بین المللی و در قانون خود جاری کشور
و در اسلام دین اسلام که خیلی آزادی بیشتره، لازم حقوق باید حقوق همه رعایت بشود و ما در این شرایط جدید به هر حال مناسب میبینیم که به هر حال به زندانی های سیاسی توجه بشه و زندانی های سیاسی هم به هر حال آزاد باشند و با اونا گفتگو کنیم، با اونا صحبت بکنیم، به جامعه مدنی و بعد کسانی که از راه مدنی در جستجوی حقوق خودشون هستن اونا را تقویت کنیم، اونا را گفتگو کنیم. راه مدنی و بالاخره یک مطالبات مدنی یک مطالبه بر حق توی دنیا و همه دنیا او را تسلیم میکنه و قبول داره و خشونت تا هیچ کسی قبول نمیکنه و ما هم اعتقاد به خشونت نداریم و قبول هم نداریم. معتقدیم که باب گفتگو با اقوام، مذاهب و سیاست مداران باز بشه و ما توی همانطور که به دیگران گفتگو میکنیم با مردم خودمون هم گفتگو بکنیم و به هر حال معتقدیم به خیر کشور، به نفع کشور، سطح اعتبارات کشور ما بالا میره و به اعتقاد دارم که به این پول ارزش پیدا میکنه، تورم پایین میآید، گرانی از بین میره و مردم زندگی راحت تری خواهند داشت، خدا هم راضی تر خواهد بود. و اخیراً در پاکستان همون یک حزب بود که و اعلام داشتند، دکتر خانم مهرنگ و حزبش گفتن که با خشونت موافق نیستند و اینا میخوان از طریق مدنی، مبارزات مدنی، مطالبات قومش را مطرح کنن و منطقهش را مطرح کنن. ما همون زمانه به مسئولین پاکستان گفته که اینها برای شما فرصتن، هر کسی از راه خشونت نیاید و خشونت نکنه و اهل گفتگو و اهل گفتمان باشه. اینا فرصت با اینا شما بشینید، اینا رو تقویت کنید و با اینا گفتگو کنید برای امنیت پاکستان و برای امنیت ملیش و منافع ملی بهتر سازگاره. و به هر حال متاسفانه اینا را زندان کردند و حالا که شنیده که هم خانم مهرنگ به حبس ابد محکوم شده و تعداد دیگر سیاست مداران مدنی و به هر حال ما خیرخواهانه به مسئولین کشور پاکستان که ما امنیت پاکستان هم میخواهیم و خیرخواه پاکستانیم، همسایه ما هستند، همسایه منافع داریم و کشور ایران و پاکستان، کشور ایران و افغانستان و سایر همسایه ها و لحاظا ما توصیه میکنیم به مسئولان پاکستان که به هر حال این زندان از سر اینها برداشته بشه، اینها را زندان هم نکنید، اینها را آزاد کنید و اینا وارد گفتگو بشید، باب گفتگو را از طریق اینها باز کنید و اینها میتوانند با کسانی که بالاخره سلاح می جنگند میتوانند اینا به اونها سرگذار باشه و به هر حال گفتگو بهترین راه نجات و بهترین راه حل و به هر حال گفتگو را پیشنهاد میکنیم و مذاکره را و حرف یکدیگر را بشنوید، این بهترین راهه. و توصیه بنده به همه مردم بلوچستان، بلوچانه که راه را نبندن، راههای مواصلاتی، راههای نقل و انتقال مسائل اقتصادی و لحاظا هم خود مردم بلوچستان ضرر میکنند در هر دو طرف. اول ضرر مال خود بلوچه این طرف اون طرفه و بعد مال همه کشور است و نباید راه را با بست و
و ماشین ها را آتش زد و بالاخره نشد. بالاخره راه باز باشه و مسافرین به امنیت تردد بکنن و این به نفع همه هست و تاکید میکنم به این که امنیت رعایت کنن. و یک اتفاق ناگواری که رخ داده است در کشور ونزوئلا که زلزله بسیار خطرناک و بی سابقه آمده و بسیار جا میگن که چنان زمین اصلا زیر رو شده که جنازه ها پیدا نیست. خیلی زلزله خطرناک و زلزله شدیدی است. برای دعا کنید که الله تعالی آفت رفع کنه از سر مردم ونزوئلا. و مهم این است که به هر حال اینا حالا یک اسباب ظاهری داره که کارشناسان بیان میکنن و یک اسباب پشت پرده داره که قرآن بیان میکنه که تمام حوادث با اذن الله و با اراده الله و اینها پیامان که همه ما اخلاقمون اصلاح کنیم و بالاخره از فساد دوری کنیم و ظلم نباشه. و اینها اگر کسانی میخوان ملکشون در امان باشه و مشکلات برایشون پیش نیاید صحیح زندگی بکنن. به هر حال بشری دچار اشتباه می شود ولی خودش را باید اصلاح بگردانه. الله تعالی به همه ما توفیق عمل عنایت کنه و همه ما را در مسیر صحیح و درست راهنمایی بکنه. دولتی و دانشگاه ها برابر کردن. الان مدارس خالی هستند، مدرسینشون هم علما فارغند و تعطیلاتشون که شعبان و رمضان بود آوردن به و تعطیلات مدارس دولتی و دانشگاه ها برابر کردن. الان مدارس خالی هستند، مدرسینشون هم علما فارغند و به هر حال برای دانش آموزان، برای قرآن آموزی و برای تعلیم مسائل اخلاقی و غیره و روی این مناسب است که شما فرزندانتون بفرستید به مدارس دینی، به مساجد و اکثریت مساجد تعلیم دارند که اینها را با برنامه ریزی تعلیم بدن. یک برای دانش آموزی برنامه بسیار خوبی برای اینها طراحی کرده و داره و انشالله برای بچه های شما مفید خواهد بود. بچه ها را کمک میکنن که انشالله توی دانشگاه ها موفق بشن، توی مدارس آموزش پرورش موفق بشن. تشویق به تحصیل می شود که ترک تحصیل انجام نگیره و هم برای دانش آموزان، هم برای راهنمایی، هم برای دوره دبیرستان، برای همه این برنامه ده، هم برای دانشجویان در مدارس. به هر حال امور دانشجویی است که برنامه ریزی داریم و ما امیدواریم که مورد استقبال باشه و مورد حمایت شما و دانش آموزان و همه مدارس باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد.